خب ما خدمتتون گفته بودیم که ما پیتزا رو یه ذره چندین سال نزدیم. حالا خدمت یکی از سرآشپزای خفن مجموعه‌مون هستیم آقا فؤاد، بزن اصولیشو یاد بگیرید بچه‌ها. دیگه هر کی تو حرفه خودش استاده دیگه. درست آقا فؤاد؟ به به. این پیتزا ما که رژیمیم، پیتزا رو داریم میبریم واسه خانم عزیزمون میل کنه کیف کنه. سس دادن اصولی اینجوری ها. حالا ما هم یه چیزایی از یه جایش بلدیم، ولی خب میگم خیلی سال ما کار نکردیم، ولی دیگه آقا فؤاد چندین سال پشت سر هم کارشون اینه و دارن انجام میدن. پیتزا بیکن و قارچ. اون پنیر کف هم که بهتون گفتم برای چسبندگی مواده. قارچ هم که هم خوشمزه میکنه هم پیتزا رو آبدار میکنه. ما اینجا همه چیمون بسته بندیه که خدایی نکرده در حق مشتری اشراف نشه. وزن‌بندی همه چی که خدایی نکرده یه مقدار بیشتر هم نذاریم. نووا جان جیلان در خدمت. محتویات داریم.